منم اینجا جای زیستمون. این خالجانی کم کار نمیکنه. اینجا جای آشخونه، اینجا جای کورپا و نمد و انجام میموندگی. من اینجا جای خوبمون. از بس که هزوم ندارم انجام قطعی میسوزونم. علاوه نکنم خونه هم خیلی خنک. پچکه الکتریکی مونده نمیشد. قوت سویت هم پس. آب نداریم، آبمون کشیده. این بچکه ها برای آب کشی کلاسکه قطعی میکشونن. هم خیلی زندگی میکنیم. دلبر اگم نظر و 5 فرزند خردسال دارد. آنها خانه ندارند، در یک واگن آهنین زندگی میکنند. پدر خانواده در روسیه زندانی است. کودکان با طلبندگی روز میگذرانند. طول 9 سال است که همین طرف به زندگانی میکنم. پدر اونها حاضر در شهر فدراسیون روسیه در شهرک نیژنی ورتوفسک سورگوت محبس شدگیه. زندگی ما از کمک خلق کته. فرزندای من راه میبرد، ماشین میدارن، کمک میپرسن، کدامش 20 درهم تیاد، کدامش 50 درهم تیاد، کدامش 1 سومون تیاد. روزای جمعه طرف مسجد به میرن، گدایی میکنن. قهرمان گزارشی ما را از تحصیل دور ماندن فرزندانش بیشتر نگران کرده است. میخواهد آنها خوانند و در آینده صاحب کسب شوند. کفش که نداریم، انجام ساز که نداریم، بسیار مکتب رفته نمیتونم، دانش گرفته نمیتونم. حکومت شهر خودمون رئیسه بودن، با آنها مراجعت کردم که اقلا 2 تا پسرم با مکتب اینترنتی خوانن تمام کنن. اینها چه میکنند؟ بالانس یا کده گدایی کده میگردد یگون کالج، یگون اوچیلش، یگون اینستیتوت آیندهش خوانده دیپلم گیرد. گفته همین نیت کردم، من میموندم نشد. دلبر اگم نظر و کاری دائمی ندارد. میگوید که صاحب شهادتنامه تحصیل است. پیشتر همشیره شفقت بود ولی حالا کار نمییابد. خواهرم که کارکوبی کردیم. اولی فهمیدیم اینجا شیفرنی زواد که شده میشد. ما رفتیم، گفتن ما کاربا نمیگیریم، اقلا پسوداموی که می پولش یک می. دلبر اگم نظر و 47 ساله است و 2 بار عائله برپا کرده است. از همسر اول 2 فرزند دارد ولی ادعا دارد که پدر آنها به فرزندانش مدد نمی کند. مقامات این زن و 5 فرزندش را همچون خانواده نادار ثبت کردند. هر ماه به حساب میانه 131 سومانی می دهند. از 1 ژانویه سال 2025 در عموم اگم نظر و دلبر 1575 سومن کمک پولی میگیرد، یعنی که برای 5 کودکش با مبلغ 750 سومانی در 1 سال کمک پولی میگیرد. علاوه 825 سومن برای همچون عائله کمزاد بدونش از کمک پولی عنوانی اجتماعی برخوردار است. همچنین در تبو معارف نیز از پرداخت همه گونه مکتب پولی آزاد کرده شدند. دلبر اگم نظر و میگوید یاری مقامات دسترس می شود ولی برای خوراندن و پوشاندن فرزندهایش نمی رسد. حکومت شهر گلستان چند پیش به این عائله از خوابگاه حجره دادند. دلبر اگم نظر و میگوید که شرایط برای زیستن در آنجا مساعد نیست. 25 دکبر obshižit دادن، همونجا کشته رفتم. یک комната خیم تو میدارم و نش obshi و نه قلان سوزمگویم نمیشد. 5 تا بچه هر یک شنبه همسایه هم بچه هاشه اوچی را دونخه بسیار هیچ نباشد. یک комната دیگر هم میدادن، هیچ نه دو خونگی میشد، مهم با احسن بهتر میشد.